خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالی باشین. یه لایو خیلی متفاوت امروز خواهیم داشت. میخوایم در مورد این حرف بزنیم. یه لایو یهویی چرا فقر از ثروت بیشتره. ببین شاید الان خیلی چیزها تو ذهنت بیاد، نه یه باوره، این فلانه، اوکی، هر چی که بلدی رو لطفاً یه چند دقیقه پیش خودت نگه دار و به این چیزهایی که گفته میشه خوب گوش بده و مطمئناً میتونه خیلی نتایج بهتری برای تو خلق کنه. من قبل از اینکه بخوام پاسخی به این سوال بدم میخوام یه داستانی از آقای دیپاک چوپرا بگم. چون صورت من رو ندارید همه چیز رو اینجا می‌نویسم. یه آقای هست به اسم دکتر دیپاک چوپرا. دکتر دیپاک چوپرا. بریم با هم دیگه تصویرش رو ببینیم. همه چیز اینجا واقعی. فارسی دکتر. خواهم ببینید این چیزهایی که گفته میشه هیچ کدوم چوب. ایشون آقای دیپاک چوپرا هستن که یه هندی امریکایی هستن. نویسنده یه هندی امریکایی. کتابای خیلی زیادی نوشتن تو زمینه در واقع خودآگاهی و تو زمینه مغز بسیار بسیار توانمند هستن. یکی از ویدیوهای معروفشون هم ویدئویی که کنار خانم اپرا وینفری، خب میتونیم دوباره جستجو کنیم اینجا نشونتون بدم. ویدیویی که کنار خانم اپرا وینفری بودن و توی اون ویدیو نشون میده که شما چطوری ذهن میتونه اجسام رو هم کنترل کنه. آقای دیپاک چوپرا یک کتابی داره به اسم ابرمغز. کتاب ابرمغز ایشون خیلی کتاب عجیبیه. نمیگم برید بخونیدش، دوست داشتید میتونید بخونیدش، اما کتاب سنگینیه. یه بخشی از کتاب میاد یه چیزی رو تعریف میکنه، خیلی جالبه. من قبل از اینکه بخوام بیام در رابطه با این صحبت کنم که چرا فقر از ثروت بیشتره، میخوام این موضوع رو بگم. ایشون میگه آدم‌ها پیر میشن چون برنامه ریزی شدن پیر بشن. چقدر عجیب. ایشون میگه آدم‌ها پیر میشن چون باور کردن باید پیر بشن. آدم‌ها پیر میشن چون باور کردن باید پیر بشن. بعد میاد توضیح میده، میگه مغز ما طی سالهای طولانی، تمام این چند هزار و چند میلیون سال توی ژن‌هاش کدگذاری شده که مثال خیلی ساده ایه. مثلا دو نفر اینجا با هم دیگه ازدواج میکنن، یه خانم یا آقا، بعد نتیجه اونها یه بچه میشه. بعد بچه چشم شبیه مرده است، قد شبیه خانم، اندازه خانم است، رفتارهای مرده رو بیشتر داره. خب چطوری اینا انتقال داده شدن؟ از طریق ژن‌ها اطلاعات انتقال داده شدن. خوب به این چیزایی که میگم امروز گوش بده. چیزای مختلف رو دارم با هم دیگه وصل میکنم. در واقع رفتارها، وقتی شما مثلا میگم، مثال میزنم، مثلا شما هر روز غر میزنید، اصلا کلا آدمی هستید که خیلی به تلویزیون علاقه‌مندین، شما هر روز غر میزنید یعنی یک رفتار رو داری تکرار میکنی. اوکی، این رفتار درون ژن‌های تو کد میشه و این از طریق ژن‌ها به بچه تو انتقال داده میشه. بعد میبینی بچه تو غرغرو میشه. چرا غرغروه؟ چون عین خودته، چون خودت غرغرو هستی. خیلی وقتا میبینی این ژن انتقال داده شده ها، ولی فعال نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ طی رفتارهایی که شما پدر و مادر تو محیط با این بچه دارید، این ژن رو فعال میکنید. بعد یک مرتبه میبینید بچه شما یه رفتارهای جدیدی داره ازش سر میبره. چرا؟ نمیدونم. چطور؟ نمیدونم. کجا؟ نمیدونم.
تو کجایی؟ اینجا. حالا پس فکر کن رفتارهای خیلی ساده‌ای مثلا غر زدن. مثلا شما تلویزیون خیلی دوست دارید نگاه کنید، کتابخون هستی، اصلا آدمی هستی که کارهاتو به عقب میندازی، آدم درس خونی هستی. ببین تمام این رفتاری رو که شما بارها و بارها و بارها و بارها تکرار میکنید طی سالها، درون ژن‌های شما کد میشه و اون رو به بچه و به نسل‌های بعدی انتقال میدی. حله؟ پس چیزی که تو الان هستی در واقع فقط برای زندگی تو نیست، بلکه برای بچه‌ها و زندگی نسل‌های بعدی هم هست. پس تو رفتاری رو میده به بچه‌ت میده به بچه‌ش، بچه میده به بچه. در واقع میبینی تا 7 نسل اونورتر ژن‌های تو انتقال داده میشه. ممکنه فعال نشن، کار نداریم به این مسائل نوروساینسی کار نداریم، فقط میخوام یه نتیجه گیری بزرگ برات بکنم. وقتی یک رفتار به این سادگی انتقال داده میشه، حالا شما تصور بفرمایید یه نفر یه روزی پیر شد. اوکی؟ این پیر شدن خب عوامل خیلی زیادی داره، اصلا نمیخوام وارد علمش بشم، میخوام چیزی که آقای دیپاک چوپرا میگه رو دارم. میگه پدر، مادر، خانواده، مثلا این پدر بذار این شکلی بکشم، یه استخره، این پدر مادر ما پدر مادری داشتن، هر کدوم از اونا پدر مادری داشتن، هر کدوم از اونا پدر مادری داشتن. در واقع استخری از ژن‌ها درون همین یه دونه ژنی که به ما انتقال داده میشه، از هی گذشتگان جمع شده تو پدر مادر ما. این پدر مادر ما این ژن رو دادن به ما. اوکی؟ تو تمام این آدم ها این شکلی بوده که تو باید پیر بشی و این باید پیر بشی ژن ها چه تغییراتی بکنن رو درون ژن که توی مغز ما وجود داره کد کردن. پس من پیر میشم به خاطر اینکه توی مغز من برنامه ریزی شده باید پیر بشی. تا همینجا در مورد این موضوع کافیه. دوست داشتی بیشتر بخونی بری کتاب ابر مغز از آقای دیپاک چوپرا رو بخون. اما چرا اینو گفتم؟ چند سال پیش یه تحقیق توی امریکا صورت میگیره. توی این تحقیق میان میگن آدم‌هایی یا افرادی که در محله‌های فقیرنشین زندگی میکنن مغز نسبتاً کوچکتری نسبت به افرادی ثروتمند دارن. خیلی مهمه این تحقیقی که 3-4 سال پیش فکر میکنم 3-4 سال پیش اتفاق افتاد. ببینم تصویر هستیم؟ بله. هیچ کدوم از این مطالب رو شما نمیتونید به راحتی جایی پیدا کنید، به خاطر اینکه خروجی شاید بیش از 30-40 کتاب فقط در این زمینه باشه. پس یه چند دقیقه گوش بده. لایف هم قطعا سیو نخواهد شد و بعد تقدیمتون میشه این مطالب، البته تو لایف. خب میگه افرادی که تو محله‌های فقیرنشین زندگی میکنن نسبتاً مغزشون خیلی کوچکتر از افراد ثروتمنده. چرا؟ ببین شما توی محله‌ای زندگی میکنی، میدونی این مغزه، اوکی؟ این مغز ما درونش حدوداً 100 میلیارد سلول وجود داره. سلول‌های مختلف که بهشون میگن نورون. حالا ما بهشون میگیم سلول.
این 100 میلیارد سلول خیلی وقتا میگن پدر مادرها باعث کشته شدن و مرگ بسیاری از این سلول ها میشن. چرا؟ به خاطر رفتارهایی که نسبت به بچه‌شون دارن. این سلول ارتباطاتی بین سلول ها اتفاق میفته. ببینم شارژ تموم میشه. ارتباطاتی بین سلول ها ایجاد میشه. هر چیزی که شما میبینید، لمس میکنید، در موردش فکر میکنید، در موردش حرف میزنید، هر رفتاری، هر عادتی، هر باوری، هر هدفی، هر تصویری، هر خاطره‌ای، هر بو، مزه، هر چی که تو تصور کنی. من اینو اینجوری تو دستم گرفتم، انگشتامو اینجوری میکنم، اینجوری میکنم، اینجوری میکنم، اینجوری میکنم، اینو در میارم، اینجا میذارم. اصلا چرا تو دست راستم باشه، چرا تو دست چپم باشه، ناخنم باشه، هر کاری که شما انجام میدید به ازاش یک مسیر عصبی توی مغز وجود داره، یعنی ارتباطاتی که بین سلول است. هر چقدر شما چیزهای بیشتری ببینید، مسیرهای عصبی بیشتری تولید میشه. مثلا شما امروز ماشین میبینی، ماشین بنز میبینی، فردا بی ام و میبینی، پس فردا فلان میبینی. خب مسیرهای عصبی بیشتری تولید میشه. هر چقدر آدمهای بیشتری ببینی، هر چقدر خونه‌های جدیدتر ببینی، هر چقدر تفریحات بیشتر داشته باشی، هر چقدر جاهای بیشتری بری، پس همه اینا باعث میشه که شما مسیرهای عصبی بیشتری تو مغزتون داشته باشید، مغز شما پویاتر بشه. اما آدمایی که توی محله‌های فقیرنشین زندگی میکنن، این خونه رو میبینه، این خونه 50 سال تکون نمیخوره از سرش، هر روز همون رو میبینه. در واقع هر روز همون خونه قبلی مسیر عصبی تو مغزش، مسیر عصبی که تو مغزش در مورد این خونه ساخته شده قوی‌تر میشه. تمام زندگیش 5 مدل ماشین توی محله‌شون دیده، اصلا محله‌اش نمیزنه بیرون، اصلا میترسه بره کوچه بالا یا بره یه بخش دیگه از شهر رو ببینه. پس چیزهای جدید نمیبینه، همون چیزهای قدیمی تکرار میشه. همون آدم‌ها و همون حرفایی که اون آدم‌ها بهش میزنن رو هر روز میشنوه. این آدم‌ها مغزشون نسبت به آدم‌هایی که ثروتمند هستن کمتر رشد میکنه. به همین خاطر یه جور دیگه اتفاقی که میفته اینه که تو نهایتاً به اندازه این مسیرهای عصبی میتونی زندگی کنی. تصمیماتی که میگیری نهایتاً به اندازه این مسیر عصبی. تو این مسیر عصبی چی هست؟ شما سالها از اون پیرمرد و پدر و مادر و دور و بری‌ها و توی اون کسایی که تو محله هستن شنیدی که بابا خدا آدمای فقیر دوست داره، نمی‌بینی چقدر ما حالمون خوبه، اون طرف پول داره، برو نگاه کن ببین چقدر مشکلات تو زندگیشه. وقتی تو میخوای در مورد پول تصمیم گیری کنی، ذهن تو این شکلیه: مشکلات یعنی درد. اوکی؟ مشکلات یعنی درد و این مشکلات کنار پول قرار میگیرن. این ستا تو اینجایی، این تویی. زمانی که تو میخوای به پول فکر کنی، ذهن تو مشکلات رو کنار پول قرار میده، درد رو هم کنار مشکلات قرار میده. ذهن تو چی میگه؟ میگه من درد نمیخوام. پس اگه درد نمیخواد چی نمیخواد؟ پول هم نمیخواد. پس تصمیماتی که تو میگیری در جهتی هستن که تو پول رو به دست نیاری، برای که درد نمیخواد، برای که تو ذهن تو پول و درد و مشکلات کنار هم قرار میده و تو نمیدونی. برمیگردی میگی آقا من نمیدونم چرا یه تلاش میکنم نمیشه. به خاطر اینکه ذهن تو برنامه‌ای درونش قرار داره که نهایتاً تو رو به بیپولی میرسونه. تو میگی بابا من پول میخوام، تو میگی من پول رو میخوام، مثل این اینجوریه. تو میگی من پول میخوام، اما چیزی که تو میخوای اصلا مهم نیست. برنامه‌ای که تو درون ذهنت داری مهمه. تو نهایتاً
خب فکر کنم قطع شد. یه لحظه اینو بریم ادامه. ببین اگر این ذهن تو باشه، اگر این ذهن شما باشه، خواسته های شما اینجا هستن. اگه من بخوام بیام اینو رنگش کنم اینجوری، ذهن شما دو بخش کلی تشکیل شده، البته بخشای دیگه هم داره، فعلا کارشون نداره. اینا رو همه میدونید، یعنی چون قبلا من اینا رو آموزش دادم میدونید. خب برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن، این اگر بدن باشه، یعنی رفتارهای شما رو بدن داره کنترل میکنه. فکر کنم این شارژرمون هم باید وصل کنیم، اینو توضیح بدم بعدش. رفتارهای شما رو بدن داره انجام میده. یعنی شما الان این رفتاری که من اینو میگیرم تو دستم، بلند میشم میرم پیگیری میکنم، تماس میگیرم، رانندگی میکنم، بدن داره انجام میده، درسته؟ خواسته های شما اینجا هستن. خواسته شما چیه؟ پول میخوای. اما برنامه های ذهنی شما اینجا هستن. تو میگی من پول میخوام، اما با بخشی که فقط 5% ذهن توی میگی پول میخوام. 95% دیگهش برنامه هایی هستن که از طریق تمام اون گذشته ایجاد شدن. برنامه میگه چی؟ میگه نه، حالا این برنامه چی کار نداریم. رفتارهای تو رو برنامه کنترل میکنه، نه خواستهای تو. همه آدمایی که تو خیابون هستن میگن ما پول میخوایم. آره به دست میارن؟ خیر به دست نمیارن. چرا به دست نمیارن؟ به خاطر اینکه اونا برنامه ریزی شدن که بی پول باشن. از طریق کجا برنامه ریزی شدن؟ تمام جامعه‌ای که درون اون زندگی کردن. تمام گذشتهشون، تمام چیزایی که تا الان شنیدن، محله‌ای که توش زندگی کردن، فیلم‌هایی که دیدن، نمیدونم کتابایی که خوندن، تجربیات خودشون، آیا این چیزی که تو گذشته تو مغزش اتفاق افتاده، آیا جهت ثروت بوده یا فقر؟ خودت میدونی. خودت آقا تمام زندگی طرف فقر بوده، تمام زندگیش فقر بوده، هر روز از فقر شنیده، هر روز از بیپولی شنیده. خب برنامه ریزی شده که بیپول باشه. تو انتظار نباید داشته باشی که این شخص بتونه پول در بیاره. پس این جمله من یادت باشه، مهم نیست چی میخوای، مهم اینه چه برنامه‌ای در مورد اون تو ذهنت. مهم نیست. همین تو همین یه اسکرین بگیر، خدا وکیل هر روز بهش فکر. همین رو یه اسکرین بگیر و هر روز بهش فکر. اصلا مهم نیست تو چه چیزی تو ذهنت. اصلا مهم نیست. پس فقر بیشتره چون باورها در مورد فقر بیشتره.
من یه جمله بهت میگم، این سعی میکنم لایو زیاد طولانی نکنم، 20 دقیقه سلام تقریبا طولانی. یه جمله بهت میگم، این جمله منو میتونی به عنوان یک نکته خیلی ارزشمند ازش استفاده کنی. هر چیزی هر فکری که تا به الان داشتی شده شرایط الانت. لطفاً تمام افکار خودت رو زیر سوال ببر. از خودت بپرس چرا اصلا مثلا من بهت میگی که آقا من نمیتونم پول در بیارم به این دلیل، این فکری که به این دلیل داری به زبون میاری رو زیر سوال ببر. بگو چرا؟ نه خب چرا؟ آیا ممکنه فکر دیگری هم وجود داشته باشه؟ زیر سوال ببر. بعد میبینی آقا خیلی از این چیزهایی که باور کردی دروغن. در نهایت باورهای خودت رو باور نکن. اینو من سالهاست دارم به شکلهای مختلف میگم، ولی جالب اینجاست که سالهاست آدم‌ها اینو درک نمی‌کنن. باورهای خودت رو باور نکن. تو چیزی رو باور کردی که اصلاً خودت در موردش فکر نکردی. آیا این چیزهایی که به زبون میاری رو خودت انتخاب کردی؟ خیر. آیا در موردشون فکر کردی؟ خیر. حضرت علی میگه صبح که خواب بیدار میشی بگو من چرا مسلمانم؟ من چرا این کارو میکنم؟ چرا؟ میگه تو وقتی پرسیدی به پاسخ میرسی، به قطعیت و به جواب میرسی. تو میگی پول نیست، ولی هیچ وقت از خودت نپرسیدی چرا من این فکر رو دارم. تو میگی بابا من نمیتونم تو این کسب و کار پول در بیارم، اما هیچ وقت از خودت نپرسیدی چرا تو این کسب و کار نمیتونی پول در بیاری. هیچ وقت از خودت نپرسیدی بابا این فکر از کجا میاد. یه جدول بهت میگم بکش. فکری که تو داری فکر چیه؟ مثلا فکرت اینه، مثلا میگی من به خاطر فلان دلیل نتونستم پول در بیارم. اوکی. آیا این فکر باعث شده شما نتیجه مثبت به دست بیاری؟ یعنی شما وقتی به این فکر میکنید میگی من نمیتونم پول در بیارم به خاطر اینکه توی خانواده فقیری زندگی. خب تو وقتی این فکر رو داری این نتیجهش مثبت؟ خیر. اصلا باعث شده که من پول در نیارم. اصلا به همین سادگی تو میای باورهای خودتو بررسی میکنی. بابا تو وقتی فهمیدی این باور باعث شده تو پول در بیاری، این همه گیر نده بهش. نه من درست میگم. بابا من پول در نمیارم به خاطر فلان دلیل. تو پول در نمیاری چون این دلیل رو باور کردی. تو پول در نمیاری چون این دلیل رو باور کردی، نه این دلیل واقعی. دیروز من یه جلسه داشتم با یه دوستی که این تو دورهای خصوصی ما بودم. یه جمله بهش گفتم و بسیار براش عجیب بود. البته میدونم اون چیزی که من بهش گفتم رو درک نکرد. بخششو برای شما میگم. یه وقتایی قبل از اینکه اینو بخوام توضیح بدم یه بار دیگه احساس میکنم این نکته رو باید بگم. تو باید به تمام افکارت، حرفایی که میزنی، احساساتی که در هر لحظه داری، اون حسی، نه احساس منفی و احساس خدمتت که عرض شود ترس و نگرانی، اصلا در مورد اینا حرف نمیزنم.
من در مورد میگم یه حسی بهت میگه این کارو بکن، الان دلم میخواد، نه الان حسم میگه من این قرارداد رو نبندم. به تمام اینها دقت کنی. وقتی به تمام اینها دقت کردی، اتفاقی که میفته اینه، وقتی به تمام اینها دقت کردی تو میتونی بفهمی چه چیزی داره کنترلت میکنه. ببین لایو قدرشو خیلی ها نمیدونن. من نتیجه بیش از 500 تا کتاب حداقل در زمینه این چیزی که الان گفتم بالای 50 تا کتاب خوندم، بالای شاید مثلا 200 ساعت که آموزش تخصصی دیدم، بیش از 50 نفر دوره خصوصی من منتور خصوصیشون بودم، بیش از 10,000 نفر دوره های من رو توی سایت و توی اپلیکیشن در واقع توی اینستا خرید کردن. همه اینها تجربیاتی که خودم کسب کردم و توی همین لایو کوتاه به شما گفتم. آیا تو به چیزهایی که شنیدی گوش میدی؟ تو دنبال شاه کلیدی. شاه کلید یعنی فهمیدن داشته ها. داشته ها چی هن؟ یعنی به چه چیزهایی باور داری. از کجا بفهمی؟ به احساساتت در شرایط مختلف، به صداهای ذهنت در شرایط مختلف گوش بدی. وقتی گوش دادی زیر سوال ببر فکرایی که تو کلته. وقتی از خودت بپرس آیا میشه جور دیگه فکر کرد؟ مثلا تو فکرت اینه که میگی پول نمیشه در آورد. آیا میشه جور دیگه فکر کرد؟ میشه پول در آورد. خب حالا که میشه پول در آورد من چیکار باید بکنم؟ در واقع تو وقتی یه فکر جدید پیدا کردی بر اساس اون فکر کن. تو باید یاد بگیری بر اساس داشته ها فکر نکنی. برای اینکه این اتفاق بیفته باید یاد بگیری هر لحظه آگاه باشی که به چه چیزی داری فکر می‌کنی. هر لحظه آگاه باشی که داری به چه چیزی فکر می‌کنی. هر لحظه. من لایو میخواستم تمام کنم ولی یه حسی رو میگه چند دقیقه دیگه ادامهش بدم. برگردیم سراغ سوال اولم. لایو امروز در مورد این بود. این همه توضیح دادیم و خیلی ها نبودن. کجا؟ لایو امروز در مورد این بود. در مورد این موضوع. چه موضوعی؟ این. دوباره از اول می‌نویسمش. چرا فقر از ثروت بیشتره؟ قبل از اینکه پاسخ بدم اینو یادآوری کنم. از 10 مهر ساعت 9 صبح هر روز به مدت چند روز ما یه دوره آموزشی رایگان در مورد تغییر عادات خواهیم داشت. چقدر گنده هستیم. تمام چیزی که برای تغییر یک عادت نیاز داری رو من تو این دوره آموزشی می‌ذارم.
آقا تو برو باش سیگارتو ترک کن. اگه مشروب میخوری، اگه درگیر گوشیت هستی، میخوام بگم بدترین چیزا، هر چیزی که تو فکر میکنی، درگیر غر زدن هستی، درگیر عصبانیت هستی، هر عادتی که داری رو میتونی باش ترک کنی و میتونی عادتهای جدید بسازی. از 10 مه ساعت 9 صبح لایو، یه لایو خیلی متفاوت خواهید دید انشاءالله، در صددیم که بتونیم یه لایو خیلی خوب براتون. خب دوباره سوال رو از اول بپرسم، چرا فقر بیشتر؟ فقر بیشتره به خاطر اینکه تفکر فقر بیشتره. میخوام یه داستان براتون تعریف کنم که سربسته میگم، خودتون برید این داستانی که میگم رو تو زندگیتون پیاده کنید. بعد از جنگ جهانی دوم فکر میکنم اینا به خاطر اینکه اطلاعات مال گذشته هستن ممکنه برخیاشون رو فراموش کرده باشم، پس اگر چیزی رو جابجا گفتم شما به بزرگواری خودتون عفو بفرمایید. جنگ جهانی دوم بود فکر میکنم. یکی از این کشورها که به دریا هم ربط داشت، اینا یه ساحل داشتن که توی این ساحل در واقع یه اسکله وجود داشت. این اسکله کلی قایق وجود داشت. این قایق ها میرفتن ماهیگیری میکردن، از تو دریا میومدن میفروختن. چون برخی از قسمت‌های از جنگ درون دریا بود، آروم آروم دیگه اینا نتونستن برن ماهیگیری، پس قایق ها بی استفاده موندن. تو همون جنگ مردم میگفتن که دیگه صنعت قایقرانی، صنعت ماهیگیری تمام شد. یک باور بین عموم مردم به وجود اومد، مردم عادی. یا آقایی که خیلی انسان عجیب غریبی بود، حالا کی بود کاری نداریم، ایشون میگه من اومدم گشتم ببینم چه چیزی بین، خوب به جملاتم دقت کن، چه چیزی بین مردم یک باوره. خیلی مهمه. گفت گشتم ببینم چی بین مردم یه باوره. دیدم مردم باور دارن که دیگه نمیشه از این قایق ها استفاده کرد. گفت من رفتم تمام قایق ها رو خریدم. مدتی بعد جنگ تموم شد، دوباره دریا آرام شد، مردم میخواستن برن قایق، در واقع میخواستن برن ماهیگیری و نمیتونستن برن. چرا؟ چون قایق‌ها رو من خریدم و من شروع کردم به اجاره دادن این قایق‌ها و تمام صنعت ماهیگیری اون اسکله و اون شهر رو من برای خودم کردم. وقتی تو بفهمی عموم مردم به چه چیزی باور دارن، تو مخالفش انجام میدی. به خدا جواب میده. و تو نمیدونی که این چقدر جواب. عموم مردم باور دارن که توی این مملکت نمیشه پولدار شد. آقا این عموم مردم که باور دارن، اگر تو مثل اینها فکر کنی تو هم نمیتونی پولدار شی. نگاه، عموم مردم یه باوری دارن، باورشون چیه؟ نمیشه پولدار شد. نتیجه باور چیه؟ بیپولی. خب تو هم اگر این باور رو داشته باشی نتیجهش میشه بیپولی. حله؟ ببین مردم به چه چیزهایی باور دارن. بعد از خودت بپرس آیا من هم باور دارم؟ اگر دیدی باور داری نگاه کن ببین نتیجه زندگیت عین اونهاست. بله. ببین نتایج زندگی تو نهایتاً خروجی چیزی است که باور داری، نه شرایط بیرون. چون تو به اندازه چیزی که باور داری عمل میکنی. عمل تو
نتیجه با تصمیمات تو نتیجه احساسات احساسات تو نتیجه چیزی که باور داری. بعد این عمله باعث میشه که نتایج زندگیت به وجود بیاد. اوکی، آیا نتیجه زندگیت خوبه؟ پول هست؟ نیست. بعد تو میگی خب به خاطر شرایط دلار، اجتماع، نمیدونم جامعه و اقتصاد، نه اینا رو ولشون کن. تو همین که باور داری به خاطر این اجتماع و اقتصاده حالت بد میشه، تصمیم اشتباه میگیری، اقدام اشتباه انجام میدی، نتیجهش میشه بیپولی. در واقع تو چیزی که باور کردی و عموم مردم هم باور دارن بیپولی. من توی جمعی نشسته بودم چند وقت پیش، خب به اجبار بایستی تو اون جمع میرفتم، یک مراسمی بود بایستی میرفتم. بعد یه سری از این آقایون حدود 30-40 نفرشون توی اتاق سالن نشسته بودن، ما هم نشسته بودیم توی اون سالن. بعد جالبه یکیشون گفت که من زمانی که خیلی فلان ماشین رو داشتم همش مشکلات برام به وجود میاد، وقتی فروختمش دوباره زندگیم عادی شد. این ماشین خوب داشت. بقیه گفتن آره بابا تو وقتی پول داشته باشی همش هر روز درگیر مشکلاتی. شاید که نه 100% آدمایی که تو اون جمع بودن تمام افکار این چنینی رو قبول داشتن. بعد وقتی نگاه میکردی سر جمع درآمد همشون بین 10 تا 20 میلیون تومان بود. درآمد تمام این آدم‌ها بین 10 تا 20 میلیون. در واقع چی میخوام بگم؟ اینها تماما یک باور مشترک داشتن و این باور مشترک جالب نتایج مشترک خلق میکنه. مگه امکان داره من باور دارم مثل اینی که مثل همین چیزی که الان گفتم، اینا فکر میکردن پول باعث بدبختیشون میشه، پول رو از خودشون دور میکرد. تمام آدمایی که اونجا نشسته بودن. از خودت بپرس آیا تو مثل بقیه فکر میکنی؟ والله ثروت هست، اما تو رفتی نشستی رو صندلی فقر. چرا؟ چون بابات اینجا نشسته، چون مامانت نشسته، چون دوستات نشستن، چون خانوادت نشسته، چون فیلمایی که میبینی اینجان، چون کتابایی که میخونی اینجان، چون آهنگایی که گوش میدی اینجان، چون جامعه‌ای که توش زندگی میکنی اینجاست و تو اینها رو خیلی دوست داری و همین خاطر میگی اینا حتما درست میگن. آیا همه اینها پول دارن؟ خیر. تو چیزی که توش پول نیست رو رفتی باور کردی. ثروت هست اما تو نمیبینیش چون تو چیز اشتباهی رو باور کردی. خب بذار من اینو بیارم میشه که صفحه تبلیغ کامل فکر کنم نوره خوبه. من یه سوالی میپرسم لطفا به بنده پاسخ بدین. 90 خورده نفر تو لایف هستین، جمعتون اومدین یه چیز خوب یاد بگیرید. 38 دقیقه هم هست که من تو لایوم. یه سوال میپرسم ازتون، لطفا فقط بگید آره یا نه، یا نباید سوالمو ببینم چطور دقیق بپرسم. سوال اینه، آیا در جامعه منظورم اون محله که توش زندگی میکنی، خانواده‌ای که توش زندگی میکنی، آیا در جامعه‌ای که زندگی میکنی پول زیاد هست یا خیر؟ آره یا نه؟ بنویس برام. یعنی
آیا باورهای ما، یعنی نگاه میکنی میبینی خانوادت، دوستات، هم محلت، چیزایی که میبینی، آدمایی که اطرافت هستن، آدمایی که خیلی باشون میگردی، آیا پول درون زندگیشون خیلی هست یا نه؟ آره یا نه؟ برام بنویس من میخونم اینجا. آره یا نه؟ بله خیلی زیاد. باش بنویسید. نه بله هست. ببین من فکر میکنم بعضی از دوستان باید این نکته رو یادآوری کنم. فعلا بنویسید تا بهتون. من در مورد چیزی به نام فراوانی حرف نمیزنم الان. یعنی اگر فکر میکنی بگی بله فراوانی هست، نه. دوستانی که نوشتم بله و دارید می‌نویسید بله، آیا تو زندگیتون نتایج مالی خوب گرفتید؟ نه. بعضیاتون. آدم‌هایی که باشون میگردی، مثلا سطح مالی تو اینجاست، سطح مالی اینا اینجاست. مثلا شما 10 تومن درآمدتون 1 میلیارد. آدم‌هایی که باشون میگردی، جامعه‌ای که توش زندگی میکنی، آیا 1 میلیاردیه؟ تفاوتش با درآمدتون. حرفایی که هر روز میشنوی آیا 1 میلیاردیه؟ چیزایی که میبینی آیا 1 میلیاردیه؟ من بهش میگم تو میتونی درآمد 1 میلیارد در بیاری، میگه اصلا 1 میلیارد چند تا صفر داره. این قدر نشنیده در مورد این کلمه که نمیتونی. حالا پاسخ بده آره یا نه؟ حالا پاسخ بده. پاسخ. حال نداریم بنویسیم؟ چقدر جالب. خیلی اولی که تو رو خدا به این حرفایی که میزنم گوش بده. تو رویای درآمد ماهی 1 میلیارد داری، ولی زندگیت با آدماییه که 20 میلیون تومان. این آدم‌هایی که 20 میلیون تومانن یه سری حرف‌ها میزنن و تو هر روز این حرف‌ها رو میشنوی. یه سری باورها دارن و تو هر روز و تو این باورها رو قبول داری. یه سری عادت‌ها دارن و تو این عادت‌ها رو داری. عادتشون خیلی تلویزیون می‌بینن. عادتشون اینه که کتاب نمیخونن. عادتشون اینه که اصلا هدف ندارن. عادتشون اینه کاراشون رو عقب میندازن. عادتشون اینه وقتی سختی و وجود داره نمیتونن تحمل کنن. تو رویای 1 میلیارد تومان رو داری، ولی نوع زندگیت 20 میلیون تومانیه. تو انتظار نداشته باش از خودت 1 میلیارد تومان خلق کنی. تو رویای 1 میلیارد تومان رو داری، ولی مثل آدم‌هایی که 20 میلیون تومانی هستن، 20 میلیون تومانی نه که بعد، یعنی مدل فکری 20 میلیون تومانی هستن داری زندگی میکنی. مثل اونا خرج میکنی. شاید دیگه آقا من الان درآمدم 2 میلیون تومانه، من چطوری میتونم مثل 1 میلیارد تومانی خرج کنم؟ تو حداقلش میتونی فکر کنی الان که شما 2 میلیون تومان تو حسابته، میگی خب برم فعلا یه دونه پیتزا بخورم، گفته با حال کنی، احساس خوب. تو یه دونه فنجون داری، این یه فنجون رو میری میخوریش. خب یه فنجون خیلی کمه، اما اگه فنجون تو اجازه بدی بشه 2 تا فنجون چی؟ بشه یه پارچه آب چی؟ بعد یه پارچه آب شد میتونی یه فنجون راحت‌تر بخوری. خیلی ازش میمونه. بابا تو یه فنجون داری، این فنجون رو میری میخوری. تو 2 میلیون تومان داری، تو فکر میکنی باور فراوانی نوکرت هستن، باور فراوانی خیلی خوبه. اما مسئله که وجود داره اینه که تو یه ظرف داری. باور فراوانی یعنی که این ظرفه هی پرشه بابا، ولی سوراخ هست اینجا.
آقا اینجا سوراخه، هر چی پر میشه خالی میشه. درک میکنی چی میگم؟ اصلا مهم نیست این باور فراوانی تو، این باور فراوانی ورودی مالی زیاد به تو میده، ولی تو الان سوراخ‌های ذهنت زیادن. چرا؟ چون آدم‌هایی که گاهم پول ندارن این شکلی فکر میکنن، میگه ما باید قرضی خرید کنیم، ما نمیتونیم نقد خرید کنیم. ما هیچ وقت نمیتونیم یه سفر خوب بریم، یکی دو سال یک بار میریم. در واقع تو میبینی مثلا یه چیزی نیاز داری 10 تومن پولشه، میری قرضه میکنیش، میگی ما 1 تومن، ولی حاضر نیستی 5 ماه صبر کنی پولشو جمع کنی بعد بری بخریش. ذهن تو به این که قرضدار باشه عادت کرده، پولی که نیومده رو خرج میکنی. فلانی قرار بود به تو پول بده، میگه آقا یه هفته دیگه پول میاد، 5 تومن قرار پول بیاد، بذار ببینیم فلان چیزو بخریم، به طرف میگیم 10 روز دیگه پولتو میدیم، پولی که نیومده رو خرج میکنی. چرا؟ چون ظرف تو سوراخه آقای محترم، خانم محترم. گیریم پولم میاد ولی هنوز نیومده، باید تو حساب خارج بشه. میگی نفهمیدم چی شد، حقوقمو گرفتم نمیدونم کجا رفت. چون تو مثل آدم ها که 10 میلیون تومانی و 20 تومانی 50 تومانی. خیلی جالب. چند تا از دوستان چند تا جمله قشنگ گفتن. این چند تا جمله‌تون رو با یک ببینم کجاست، با یک جمله میخوام پاسخ بدم. من هنوز نهار نخوردم، دارم نهار بخورم. به تمام صداهای ذهن خودت در همین لحظه دقت. تو هر روز به همینها گوش میدی و نتیجهش شده بی پولی یا چیزی که میگی. و الانی که من دارم حرف میزنم دیتای جدید دارم میدم، ولی همون صداها فعال شدن و تو حواست نیست. حرفای من رد میکنی، میگی فلانه، اصلا تو دلیل میاری که میگی آقا نمیشه. کاش که میشد این لایو رو چند بار ببینی، اما حیف که سیف نمیشه. دوباره یادآوری کنم از 10 مهر هر روز آموزش تغییر عادات ساعت 9 صبح تو لایو اینستاگرام، تمام چیزی که برای تغییر یک عادت نیاز داری رو بهت میگم. یه دقیقه صبر کنید دوستان عزیز، صداهایی که میشنوید اذیتتون نکنه انشاءالله. و خوشحالم از این که ما اینجا هم یه مایند نصب کردیم، یعنی ذهن. حالا درست اینجا برنسه دستمال کجاست؟ این فکر کنم دوربین هم میکنیم.
خب من ممنونم از اینکه امروز اینجا بودیم. اصلا برنامه‌ای برای لایو نداشتم ولی یه حسی گفت که این لایو رو برم. خیلی خوشحالم از اینکه الان